تجربه کشورهای چون چین، آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، ژاپن و دیگران نشان داد که این ویروس کیروی به واهمه و دهشت افتادن ندارد. السلام علیکم هموطنان گرامیم. امروز دنیا از این ویروس کرونا رنج میکشد. تاجیکستانی عزیز من و شما نیز فرزندانش به این بیماری گرفتار شدند. پس چی باید کرد؟ ما تاجیکان تجربه بوی زندگی کردن و زنده ماندن در طول تاریخ را داریم. پس این وبا را نیز پس سر خواهیم کرد. تبابت این ویروس از دست کسی ساخته نیست. پیش از همه توکل به خداوند. بیایید یک مدت در خانه ها بمانیم. تمام نازکی های تازگی را رعایت کنیم. در جایهای جمعیتی بین همدیگر مسافه 2 متر را نگاه داریم. دهن پوش ببندیم و دست پوش کنیم. از مناسبت نزدیک با دوستان و اطرافیان یک مدت خودداری کنیم و به تمام گفته و فرموده های طبیبان گوش بیندازیم. تجربه کشورهای چون چین، آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، ژاپن و دیگران نشان داد که این ویروس کیروی به واهمه و دهشت افتادن ندارد. تنها قاعده های بالا ذکر شده رعایت کردند. در مدت کوتاه این وبا را پس سر خواهیم کرد. هموطنان عزیز و گرامیم، تبابت این ویروس تنها در دست من و شماست. پس بیایید خود را احتیاط کنیم. سلامتی من و شما، سلامتی پدران بزرگوار، مادران گرامی قدر و برادران و خواهران به جان برابر. اگر هر کدام ما خود را احتیاط کردیم، پس ما وطن عزیز خود تاجیکستان را حفظ کردیم. پس بیایید خود را احتیاط میکنیم. تاجیکستان، وطن عزیزم، خداوند تو را نگاه دارد.